تا حالا شده حس کنی همه درها بسته است، هیچ راهی نیست، انگار دنیا علیه توئه؟ وقتی همه چیز سخت میشه دو راه داری، تسلیم بشی یا برخیزی. این ویدیو برای توئه چون باید بلند شی، چون همین حالا وقتشه دوباره شروع کنی. انگار دنیا تصمیم گرفته تو رو زمین بزنه، چون وقتی هیچ راهی نیست فقط یه چیز میتونه نجاتت بده. تصمیمی که همین الان میگیری. تصمیمی که از دل تاریکی میاد اما میتونه نور رو به زندگیت برگردونه. توی این ویدیو با الهام از آموزه‌های ناپل اون هیل یاد میگیریم چطور از دل بحران مسیر موفقیت رو بسازیم. زندگی همیشه مسیر صاف و روشن نیست. گاهی وارد تونلی میشی که هیچ چراغی نداره. نه نشونه‌ای هست، نه راه حل، نه حتی کسی که بگه ادامه بده. و اینجاست که ذهن شروع میکنه به زمزمه‌های تاریک. بیفایده است، ولش کن، دیگه تمومه. اما این زمزمه‌ها صدای ترسن. ترسی که نمیخواد تو رشد کنی، ترسی که نمیخواد تغییر کنی. و تو باید یاد بگیری که صدای ترس رو بشناسی اما دنبالش نری. اگه تا اینجای ویدیو حس کردی یه چیزی درونت تکون خورده، قبل از اینکه بریم سراغ تکنیکی که زندگی خیلی‌ها رو عوض کرده، لایک کن تا بدونم هنوز با منی. ناپل اون هیل میگه وقتی هیچ راهی نیست این کار رو انجام بده و خدا آسمان و زمین رو برایت به حرکت در خواهد آورد. این جمله فقط یه شعار نیست. این یک اصل بنیادین در روانشناسی موفقیته. یعنی در لحظه‌ای که هیچ نشونه‌ای نیست، هیچ تضمینی نیست، هیچ راه مشخصی نیست، تو باید با ایمان و اراده خالص یه تصمیم بگیری و اقدام کنی. هیل معتقده که در همین لحظه وقتی تو بدون هیچ ضمانتی حرکت میکنی، نیروهای پنهان جهان شروع میکنن به همراستا شدن با تو. و حالا میخوام این تکنیک رو برات باز کنم، نه فقط به عنوان یه جمله زیبا، بلکه به عنوان یه مسیر عملی که میتونی همین امروز واردش بشی. پس خوب گوش کن. تکنیک ناپل اون هیل 4 مرحله برای فعالسازی قدرت ذهن در تاریکی داره. اول تصمیم گیری بدون تضمین. وقتی هیچ نشونه‌ای نیست، هیچ حمایتی نیست، هیچ راه مشخصی نیست، تو فقط باید تصمیم بگیری که ادامه بدی. یعنی قبل از این که هیچ نشونه‌ای ببینی، قبل از این که مطمئن باشی نتیجه چی میشه، باید تصمیم بگیری که حرکت کنی. نه منتظر تایید دیگران باشی، نه دنبال ضمانت موفقیت. فقط با قدرت اراده بگی من ادامه میدم چون انتخاب من اینه. این تصمیم نقطه شروعه. وقتی تو انتخاب میکنی که قربانی شرایط نباشی و مسئول مسیرت باشی، همین لحظه ذهن ناخودآگاهت فعال میشه و انرژیت تغییر میکنه. دوم، اقدام با ایمانه. اقدامی که از روی ترس نیست، بلکه از روی باور به این که من لایق موفقیتم و خداوند با من همراهه. این اقدام میتونه خیلی ساده باشه. نوشتن یه جمله، ضبط یه ویدیو، فرستادن یه پیام یا حتی فقط دعا کردن. مهم نیست چقدر کوچیکه، مهم اینه که از دل ایمان اومده باشه، نه از دل اضطراب. سوم، فعالسازی ذهن و ارتعاشه. ذهن تو قدرتمندتر از چیزیه که فکر میکنی. هر فکری که داری ارتعاشه و هر ارتعاش یه پیام به کائناته. وقتی فکر میکنی من شکست خوردم، کائنات اون شکست رو تایید میکنه. اما وقتی میگی من در حال رشد هستم، جهان شروع میکنه به همراستا شدن با این فکر. و وقتی تصمیم میگیری و اقدام میکنی، ذهن ناخودآگاهت فعال میشه. ارتعاشت بالا میره و انرژیت با خواسته هات هم مسیر میشن. و جهان بهت پاسخ میده. چهارم، همراستایی کائناته. در این مرحله اتفاقاتی شروع میشن که قبلا غیر ممکن به نظر میرسیدن. آدم‌ها، فرصت‌ها، منابع و حتی الهامات ذهنی به سمتت میان. نه به خاطر شانس، بلکه چون با قانون ارتعاش و ایمان جهان رو به واکنش واداشتی.
اگه تا اینجا با من همراه بودی شاید الان بپرسی که من چطور میتونم این مسیر رو شروع کنم. همین الان این ویدیو رو بفرست برای عزیزانت تا بهت بگم باید چی کار کنی. حالا وقتشه که این تصمیم رو با تمرین‌هایی تقویت کنی تا ذهن ناخودآگاهت فعال بشه، ارتعاشت بالا بره و مسیرت روشن‌تر بشه. برای بالا بردن ارتعاش باید هر روز تمرین کنی. هر روز این جملات تأکیدی مثبت رو بگو. من امروز انتخاب کردم که تسلیم نشم و این اولین قدم به سمت موفقیته. من حرکت میکنم حتی وقتی نمیدونم مقصدم کجاست. من ذهنم رو با خواسته هام همراه میکنم. من ارتعاش موفقیت رو میفرستم. من حرکت کردم و حالا جهان داره با من حرکت میکنه. یه ویدیو توی کانالم هست که دقیقاً بهت نشون میده چطور با تصویرسازی ترکیبی آرزوهات رو واضح‌تر ببینی و با ارتعاش بالا به سمتشون حرکت کنی. اگه خواستی بعد از این ویدیو حتماً یه سر بهش بزن. یکی دیگه از تمرین‌ها شکرگزاری روزانه هست. شکرگزاری در تاریکی یعنی گفتن خدایا شکرت وقتی هیچ چیزی نداری. یعنی دیدن نور کوچیکی که هنوز خاموش نشده. چرا؟ چون شکرگزاری ذهن را از کمبود به فراوانی میبره. و طبق قانون ارتعاش وقتی تو روی فراوانی تمرکز میکنی، ارتعاشی میفرستی که با خواسته هات هم فرکانسه. ناپل اون هیل میگه ذهنی که با ایمان و قدردانی پر شده باشه نمیتونه همزمان ترس و شک رو در خودش نگه داره. پس شکرگزاری یه تکنیکه برای پاکسازی ذهن از ترس، شک و ارتعاش منفی. شکرگزاری کن نه فقط برای چیزهایی که داری، بلکه برای چیزهایی که هنوز نداری اما باور داری که در راهن. وقتی بابت خواسته‌هات از قبل شکر می‌کنی، داری به جهان میگی من مطمئنم، من آماده‌ام، من در مسیرم و همون لحظه ارتعاشت تغییر میکنه و تو دیگه دنبال نمی‌کنی، تو داری جذب می‌کنی. و آخرین تمرین هر روز 10 دقیقه در سکوت با خودت باش و خواسته‌هات رو با ایمان بنویس و تجسم کن. بذار یه داستان نمادین و تجربه واقعی از یه نفر رو برات تعریف کنم که همه چیزش رو از دست داده بود. خانواده، کار، اعتبار، حتی خودش. هر روز با خودش میگفت دیگه فایده‌ای نداره، دیگه همه چیز تموم شده. اما یه شب یه جمله شنید. اگه الان تسلیم نشی، فردا یه چیز جدید شروع میشه. همون شب تصمیم گرفت برخیزه. نه پول داشت، نه حمایت، نه حتی انرژی. فقط یه تصمیم داشت و اون تصمیم زندگیشو عوض کرد. شروع کرد به نوشتن، به دعا کردن، به حرکت کردن و کم کم چیزهایی که از دست داده بود یا برگشتن یا بهترش اومدن. اون فرد میتونه هر کسی باشه، میتونه من باشم، تو باشی یا کسی که الان داره این ویدیو رو میبینه. چون نقطه تحول همیشه از دل تاریکی شروع میشه. همین الان بنویس من انتخاب کردم ادامه بدم. این تمرین ها سادن اما قدرتمندن. اگه هر روز انجامشون بدی ارتعاشت بالا میره، ذهنت پاک میشه و مسیرت روشن میشه. حالا نوبت توه. توی کامنت ها بنویس تو الان توی کدوم مرحله ای؟ تاریکی، تصمیم یا حرکت؟ این ویدیو فقط یه پیام داشت. وقتی هیچ راهی نیست این کار رو انجام بده. با قدرت جلو برو. چون خداوند در شرایطی وارد میشه که هیچ راهی نیست، هیچ امیدی نیست، هیچ چیزی نیست، هیچ کسی نیست، هیچ کمکی نیست، هیچ راه حلی نیست، هیچ نوری نیست. و تو با همون قدم اول و یه تصمیم میتونی همه چیز رو تغییر بدی. تو اون تصمیمی هستی که جهان منتظرشه.